شما متعلی؟ بله. از خانومت که نمیترسی؟ نه چرا بترسم؟ حرف من تو خونه. نازم مشخصه. یه زنگ بزن به خانومت بگو که با 3-4 تا رفیقام دارم میام خونه، سری نهار رو آماده کن. ببینیم عکس العملش چیه. الو سلام عزیزم، خوبی؟ سلام. چه خبر، کجایی؟ خونه. میگم من دارم با چند تا رفیقام میام خونه رو تمیز کن، نهارم بذار. با اجازه کی دعوت کردی؟ یو هر حرف منه دیگه، اجازه نمیخواد که. کردی تازه دستورم میدی نهار بذار؟ مگه قرار نبود خیلی رفیقاتو بزنی؟ دیگه دعوتشون کردم دیگه، یهو دیدمشون گفتم بریم خونه ما نهار. مگه خونه مال توه؟ این خونه رو که بابام برامون گرفته. یه دعوتشون کردم دیگه. برو پس بیچاره اون رفیقات نهارم همونجا بخور. باشه الان با زنگ قطع کرد. حرف به شما نبوده.